рози тарафи самти барнома воқеан ҳолатҳои хандаовар, ҳолатҳои шавқовар ба назар мерасад ки мо ҳамаи онро ҷамъ кардем ва худи ҳозир тариқи айнан ана ҳамин монитор мехоҳем пешкаши шумоли азиз гардонем ва умедвор ҳастем ки аксарияти шумо худро хоҳед дид. Марҳамат. با تو خوبم ای قشنگترین امید و آرزوها ای سر با تو خوبم چی تمانی تو بیروزه کرد؟ رستم جان آدمی خوشبخت شوند بخت و اقبال داریم سرور با رستم جان قله‌های بلند را تمنا دارم بخت و اقبال سرفرازشان باشد. چه خیر شد با رستم جان قله‌های بلند را تمنا دارم بخت و اقبال سرفرازشان باشند دائم صحت سلامت و آدمی خوشبخت باشند. صنعت رسومی با کدام نوعی صنعت بیشتر علاقه‌مند است؟ صنعت این گفتم ممکن و ماشین نویسنده یک و ماشین آمده موندم دیگه دگران بست. البته یک جای میگردیم حاضر باید ساعتی 9:30 کاری ما سر شود بود ما کمترک دیر کردیم. البته بسیاری جوانان البته عاشق هستند چون سرودهای من برای جوانان است نه تنها برای جوانان بلکه چیزی که زابط پیش نخست می‌بیند که یک زنی نخست می‌بیند یک زنی حامله‌دار با عذاب قند و قهوه را آورده ایستاده است. بله راستی گپ نه من این آنچه که نامره های دایره نوازان که دایره نوازان که می نوازند آن را همیشه من به صحنه میارم و ایجادیاتی من هست. با طرز سرود خواندن هم آهنگ حرکت میکنم یکو خطاگی نشود. بعد سوالتون چی بود؟ حالتهایی بود که شما در اون جوانی عاشق شده بودید؟ بله من حاضرم عاشق. با کی؟ با حیات، با زندگی، با فرزندانم، با عائله‌ام. خوب عاشق با کسبم. عاشق با کسبتون و این سوالی ما فکر میکنم که وابسته به دخترک شما با یگان دخترک عاشق شده بوده. برای چی نی آخر مردک که شدی عاشق میشید همین شما عاشق نمی چه خیلی که شما گفتید نه راستی خودی حاضر من عاشق نیستم. برای چی عاشق نیستید؟ این جوانی اینش گفتن ها برای چی شما عاشق نیستید؟ به فکر شما سبب در چی باشه؟ مغزتون نمیاد. من میخوام که در آینده باز همین عنعنه ها بسیارتر شد یعنی که عنعنه هایی من بیشتر از شهروندان اومد چی میخوده اون نظام جان هم دادر قبول کردگی هم دادرمای هم هستن هم نام ما هم نام هستن سیم یخندید
وای بخوام زیبا ای برادر ای برادر یه بخش کن پرویز بخوردی استم بله بله شما درست می میدونم که شخص شناسی تموم کرده باید اسپرانتو رو بلمی نه باید تموم کرد باید افشش از یه تموم میکند که ماگستراتوری تموم کردم وای کده باید کن کردم سانی وای میکنم همچو فرزند ما قبول کرده که این باید بچه گویم چی گویم فرزنده من و دستی روز من همین جانده خولا جان السلام علیکم وابشه گفت وایش دوستیم اکو اینو میپسیم با من سال گفته استماعی کده کار من میفته امروز دوستی حقیقی هست در زمان امروزه lasciatemi cantare con gli occhi فراموش کردم چی در چند ژانر شما میتونید سرود سروید؟ من فکر میکنم خیلی خوبتر در استرادا و کمی در فلک بله یک بار سنجیم بیا نسنجیم برای که من کمی برای چی گفتم چی میگنده تحفیز بیمانی رسمان دیدم دا و من برگر از ایشون پرسا میشوم که نقشه‌های من بعدشون چگونه هستن اخترش باز با کجا رفتنی هستن راست با خونه میریم برفت شد خب من زندگی این همه راهاش لحظه هاش خب من زندگی من فکر میکنم سریع میشه برای این وقتی که من در باره بهار میخونم یک سروده ای بلبلی خوش تو خوب ویگ میکنم یک دقیقه دیگه سرود بهارا بسیار است این لحظه ما در بر خود داریم انا همین جوانی با استعداد انا همین جوانی با استعداد انا همین تلفن میپرد نباخت بگونه بابایی که میافتم که یک فرزند فرسخته که خودتونه